الو آقا سفتر؟ یه لحظه گوشی قربان، یه لحظه گوشی. آقا سفتر از بانک زنگ زدن. نه بابا. جان تو میگم خونه میخواین؟ ای وای قربونش برم، بگو میخواین بابا، بگو میخواین. آره میگه پس تا خونه تو را مصادره نکردیم بیاریم وامتون رو پرداخت کنید. ای تو روحت، گوشی رو قطع کن پسر. آقا جان یعنی شک ندارم اسم شما اگه مرادم بود زندگی الان بر وفق منوچهر میگذشت. های چی نمیخواد واسه من فال بگیری؟ باشه واسه نهار یه نیمرو درست کن لااقل گشته نمونیم پسر. میگم آقا جان ولی اگه تخم مرغ نبود سالا پیش هممون تو خانه به غریبانه ترین شکل ممکن از گشنگی مرده بودیم. بچه ها یکم سکوت کنیم ببینیم تلویزیونشون چی بلغور میکنه. همزمان با 22 بهمن لیست دستاوردهای 43 سالگی نظام مقدس منتشر شد. لیست دستاوردها را ببینید و به ایرانی بودن خودتان افتخار کنید. با تک تک کلمات این خبر میشه ساعتها هم بخندی هم گریه کنی. آخوند و دستاورد. ولی من تحقیق کردم آقا جان تنها کار مفیدی که آخوندا میتونن بکنن اینه که برن ببینن. از حق نگذریم آقا سفتر، بعضی دستاوردشون واقعا چشمگیره. نه بابا جان تو اینجا نوشته، تو رو خدا اینجا رو گوش کن. بگو. اینجا نوشته تو نظرسنجی مؤسسه گالوب بین 209 کشور از نظر توجه مسئولین به رفاه و معیشت مردم 209 شده. وای خدا مردم از خوشی. آقا جان لایک داری شیر کن بره. به نظرم اگه مغول و تاتار اسکندر با هم هماهنگ میکردن چند دهه پیش به ما حمله میکردن اینجوری مملکت به فنا نمیرفت که الان رفته. مغول و تاتار چیه بابا؟ شما 2 تا آخوند بنداز تو سوئیس، آخر سال یه دوغوزاما تحویل بگیر. ولی آقا جان این سوئیسی هم آدمای بیچاره هستن ها. نه بابا جدی میگم تو کل عمرشان یک ذره بدبختی هم نمیبینن که معنی خوشبختی رو بفهمن. بابا شما یادتون نمیاد اون خمینی گور به گوری میگفت ما میخواییم شما را به مقام انسانیت برسانیم. زرشک بعد فهمیدیم داریم به مقام انسانای اولیه میرسیم. خدایا شکر کی رها میشیم از این کابوس. دست خودمونه اسی جان. خدا میگه از تو حرکت از من برکت. پس باشیم بریم نیمروه رو درست بکنیم بخوریم. کارت بخوری تو. منظورم یه حرکت دیگه بود پسر، نه این حرکت.